باور کردنش سخته، ولی تا الان لبو رو اشتباه می‌خوردی. چغندر رو با عسل مخلوط کنید و تا آخر عمر بی نیاز از دوا و دکتر باشید. این ترکیب فوق‌العاده به حدی قدرتمنده که فقط یک لیوان ازش تمام سموم رو پاکسازی میکنه و کبدت مثل کبد نوزاد میشه و مهمتر از همه انرژیتو زیاد میکنه و با خستگی برای همیشه خداحافظی میکنی. طرز تهیه این ترکیب خیلی مهمه. یک عدد چغندر رو بردارید و اون رو تیکه تیکه کنید. سپس تکه زنجبیل رو دقیقاً مثل تصویر برش بدید. و در آخر آب 2 عدد لیموی تازه رو بگیرید و همه مواد رو همراه با آب لیمو و 1 لیوان آب توی مخلوط کن بریزید. چند دقیقه مخلوط کنید و سپس از صافی رد کنید. برای اینکه بهترین نتیجه رو بگیری یادت نره عسل طبیعی بهش اضافه کنی و خوب هم بزنی تا حل بشه. بهترین تایم مصرف رو توی کپشن براتون نوشتم. حتما ازش استفاده کنید.